یک چیز دیگر همین که مسئولان، آنهایی که مفتی هستند، قاضی هستند، امام هستند، آنها در پیشگاه الله سبحانه و تعالی بی نهایت مسئولیتی وزنین دارند. راهبریت مسئولیتی وزنین. امام ابو حنیفه زندان را از راهبر شدن افضل دانست. وقتی که خلیفه قاضی را پیشنهاد کرد تو قاضی میشوی، گفت من قبول نمیکنم، برای اینکه دو قاضی به دوزخ میرود. تمام علما، مفتی ها، قاضی ها را یادرس میکنیم. یادرس وظیفه مومن ها هست. الله تعالی میگه که فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. خاطر رسان کنید، خاطر رسانی برای مومن ها فایده رسانه. کسی که علم دارد، کسی که مسئولیت دارد، از الله تعالی بی‌ترسد. برای دو روزه مال دنیا، برای منصب دنیا آخرت خود را نفروشید. این مسئله دیگه. برای چی این گپ را میگم؟ برای آنکه آنها باید اهمیت دهند، بینن ماه را، به افطار کنان نروند و ماه بینن، مسئولیت حس کنند. وقتی که دیدن که ماه مقصد تقویم آنها را خلاف برآمد، در تقویم آنها پیشگویی کرده 30 روز اعلان کردن رمضان را، دیدن که ماه در 29 روز برآمده است. در جمهوری ما هم در بعضی منطقه ها ماه را دیده میشه در روز اول، شاید در جانب شمال دیده نشود، لیکن در بعضی منطقه های جنوب دیده می شود. ما این رو حس کردیم و اهل علم و اهل خبرت هستند. حتی با چشم عادی دیده میتونه در بالاهای بلندی های کوه ها. اگر با یک همین جهازهای نو برآمده برای خریدن مزد نداشته باشن، پول نداشته باشن، با چشم عادی هم دیده میشد. خلاصه آنها در پیشگاه الله سبحانه و تعالی وظیفه دار هستند. میلیون ها شخصیت هایش را به روزش ضامن هست. بنابراین از الله تعالی مسئول های تمام دنیا مسلمان ها ترسند، علل خصوص در تعیین کردن روز عید و در تعیین کردن روز رمضان. برای آنکه اگر پگاه روزه رمضان باشد و عید اعلان کند، یک روز مردم را به روزه خوردن امر کرده است. اگر فردا عید باشد و مردم رو به روزه امر کند، در روز عید روزه داشتن حرام است. مردم را یعنی در شبهه و در مردم بیچاره هزارها سوال هست. چه کنیم؟ پیروی به افغانستان کنیم یا پیروی به عربستان کنیم؟ مردم بیچاره در عذاب هستند، یعنی نمیدونن که پگاه روزه داره یا نداره. بنابراین آنها باید جد و جهد کنن این مسئله را انیخ کنن. ولی اگر واقعا در یک کشور اگر دیده شود یا دیده نشود، با وجود اجتهاد بعد از روی علم و از روی تقوا فتوا برآورده شود، نه حقوق کسی را رعایت کرده شود، یعنی جانب یک گوییم یک شخصیت یا یک حکومت را رعایت نکرده، مستقلا برای الله شده، خیلی که هست از روی علم و اجتهاد اگر اعلام کنند، در این صورت مفتی ها و پیشواهای دینی را اطاعت کرده میشه.